برای یک بار نشیده نگاه کنید که برادرای عزیز زدایش مثال به هلاکت رسوندایش همین ویدیو رو من حال دیدم. نگاه کنید یک دو سخن کردنی با دقت گوش کنید. مثال برنی میخره فرزند زمیاره اویلش یک تا میگیره میخره برای میزنش میگه الله مهربون صبر جمیل تیا پدر و مادری را فهمیدی الله مهربون صبرتون تیا الله مهربون رحمت مغفرتش گردن امین یا رب العالمین. گوش کنید برادرای عزیز نگاه کنید همین کو بعضت کو مثال زنها را نه احترامی میکنین کو نسبت زنها بنا میخواد خطا میکنین سخت خطا میکنین فهمیدی و بعضی جوراتون هست کو ها میزننتون مثال وایتون میکنن ایت پد کابلوش نگی ایت چی ایت زنت ایزنت میترسی بون خیلی گپا میگن کو والله یگان شگوش نکو یا چینیم چی داری در کیسه کوین خیلی برکت دمیان میگردن تو میخرم فهمیدی خطید میخرم با نسبت مثال با خیلی گپای خیلی میگن مثال یکی مثال زن چیه جخچه با کی جا با ما مثال وای کنه مثال خیلی گپا میزنن خیت کردین خختون بنا میخدا کو تو وقتی داری در برات هستن وقتی که نودار میشه کو اینم یک گیر طرف میگه که 60 گراد تو میخری اگه اون کس نیست فهمیدی در پستی میزنی اگه اون کس در برات نمیمونه در برات کیه بعد یا بر نگاه کردگی در برات پدر تای مادر جون تای فهمیدی اکا و دودر تای فهمیدی بعد انمی زنی که در بر تای کو انمی زنی فرزند در برات میمونه فهمیدی دیگه هیچ کنه نمیمونه جوره تو برای تو ایره بدون که زن فرزند دست برادری عزیز فهمیدی پدر و مادر تای جوره هیچ کده باور نکن فهمیدی در یک پستی میزنی جو مخکمت میکنن همون میوی خبرت میگیره مادری فرزندوتای شکم تا سر میکنه او خودت میکنه لیباس میشه و کودکات تربیت میکنه چی میفورته دیگه برادری عزیز منو میخدا کو اینم خیلی زنگ بزنن کو رنگ فلش بده و برا فهمیدی سکورس دیگه چی خیلی فهمیدی یگون کسا کو خیلی گوش نکو اینم کو اینم سری پاوروتای بگو بنا میخدا میگم نمیتونه تا زنود نمیتونه در الله سبحانه و تعالی میگه در قرآن مثلا زنها لباس شما لباسی و مردها مثال فهمیدی برای همین احترامشون کنین حرمتشون کنین برادر عزیز با خدا یا امانتن چیزی میگه کو بخرش پول کو بنام خدا در جوره نه در فرزند در زن صرف کن فهمیدی اینها هم صدقه میشون هم ثواب میشود هم با پول دوچان برمیگرده فهمیدی برکه میوی ان شاء الله فهمیدی گریل بخیر برادر عزیز سنتی شمیه که وقتی که جمعه شینی خودت فساس کرده شاشلیک میزنی کو شکم چات سیر میشه میخری کو سنتی شمیه که باید شکم میزنه کم سیر باشه چیزی تو خوردی باید زنه دمام چیزا بری فهمیدی لباس خرید خرید نه لباسی نه باید زنه بخری حق هاشه فهمیدی فراموش نکنین برادر عزیز برای همین هیچ کار گوش نکنین همین زنه کد میگم زنتون اویلاتون خشو نگاه کنین بنا میخدا چیزی میگه شما براشون بکنین ان شاء الله حرمت احترام کنین یک دیگرتون بهترین زندگی میکنین ان شاء الله این جورا پورا همش دروغه تکش تو الله مهربون همه ما رو در حفظ زمانی خودش نگه داره اویلایی که مثال در وضعیت ناخوب نیستن خدای مهربون تینجیر امونی رو بتشونه و